کمی بهتر شدی؟ بهار، پدرت تو رو خیلی دوست دارد، این رو میدونی همین خیلی؟ او نیز مشکلی های زیادی را سر میگذراند. آدم در این دنیا تنها ماند. در اصل گیرم او بغیر از تو دیگر هیچ کس رو ندارد. با همین سبب بجایی که با من بیماند افسون رو انتخاب کرد. بهار، پدرت در درونش چه حسیات دارد آن رو یگان کسی ما نمیدونه. خانم نوران رو گم کردن برای او ترامای خیلی کلان شد. در یک طرف دختر حقیقیش تو و از طرف دیگر دختر خانش افسون. حالا اگر من در جای پدرت می بودم باور کن چیکار کردنم رو نمیدونستم. آتش اینها رو برای مرا تسلی کردن گفتنت را میدانم، اما هیچ چیز برای این کاری پدرم سبب شده نمیتواند. اما باز هم تو را خیلی زیاد دوست دارد. بعضا دوستداری نمیرسد متاسفانه. این رو دارید لطفاً. اگر احتیاجی به میان اومد این دارو را استفاده برید. شفای کامل خواهانم. برای در حال آمدنتون تشکر. خواهش میکنم. اکا جان، به نزدم می آیید؟ همه چیزت ساخته است، همه چیزت درویگی است. تو بیمار نیستی. شما چی ها میگویید ها؟ درویگی نمیکنم من، اما دیوانه هم نیستم من. همه چیز رو از خشمت میکنی. خشمت، غضبت آنقدر بزرگ است حتی جرأت آن رو کرده که دختر مرا بوغی کنی، بکشی. اگر با افسون باری دیگر کوشش کنی که ضرر رسانی، این آخرین آگاهی من به تو است. با حرکت هایت دقت ده. خانم افندی به خودتون بیایید. به کجا شما ایستید؟ خانم افندی اینجایم خاله. دخترم، خانم افندی به خود بیایید. تمام خانه رو به پای برداشتید. عادل خانم تو یک به کارهایت برس. هر چی خالم آمده است فکر میکنی دوست داره آمده باشه. عجایب هستی. تمام رفت. چی شد؟ تو مرا به اینجا فرستادی؟ زنه قریب برای من بالش زیر کرده کشتنی بود یعنی. کی؟ اولیا ها؟ او با نیت خوب به طوری موی سرت هم رسیده نمیتواند. تو میدونی که من اون را چیکار میکنم؟ اما با تو هیچ همین خیل کار میکند ها دخترم؟ تو شاید نادرست فهمیده ای. افسونم. نه، تو در حقیقت نادرست فهمیده ای. تو رو به حجرت. من با پدرت صحبت میکنم. چرا صحبت میکنید خلا؟ شما چرا صحبت میکنید پدر؟ زنک مرا میکشت، من نیز خیر میلش. قریب دختر خودش رو میکشت. دیوانه تیار در خانمان گشت گذار دارد. این چی راحتی است؟ نه افسون. با خودت بیو و در حق امت درست گپ زن. امت هیچ چنین کار میکنن. زود رو به حجرت. من با پدرت کمی صحبت کنم. یک صحبت میکردیم.